مسلمان امروز روزی است که تو دامن نماز را بگی که امروز عمر او قدر بسیاری نیست، والله وفا ندارد، و پدر دنیا وفا نکرد، به هیچ کس وفا نکرد. این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یک روز در مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، یک مرد را صحابه گفت یا رسول الله فلانی نماز می آید لیکن این عرق خورده می آید، این مرد عرق خور است، در نمازا می آید و لیکن کم کم عرق خورده می آید، حالی هم مسلمانی کامل نشده است. پیغمبر خدا فرمودند این صلاته ستنهاه، این صلاته ستنهاه، این نماز آمده ساده است. گفتن نماز آمده ساده است، با نزدیکی گفتن همین نماز ایره پاکیزه میکنه، با نزدیکی این دامن نماز که قپین همین نماز خدا ایره نمازی میکنه، نماز خدا ایره پاکیزه میکنه، نماز خدا از عرق خوری منعش میکنه، نماز خدا از زناگری منعش میکند. اشارت به این است که در دنیا عرق خوران زناگران، عرق خوران بی نمازانند، زناگران بی نمازانند، دزدان بی نمازانند، آدم کشان بی نمازانند، فتنگران بی نمازانند، شیطانان بی نمازانند، جلبان بی نمازانند، فاسقان بی نمازانند، فتنگران بی نمازانند، عالم سوزان بی نمازانند، همه تروریستان روی دنیا بی نمازانند. نماز عبادت است که الله تبارک و تعالی نظام ترتیب و احوال بشریت را به نماز قرار داده است. آیا تعلیم نماز را به تو بگم؟ نماز علم اخلاق است، نماز علم پاکیزگی است، نماز علم پاکدامنی است، نماز علم تربیه است، نماز علم اخلاق است، نماز پاکی جامعه است، نماز پاکی ملت است، نماز پاکی وطن است، نماز پاکی زنان است، نماز پاکی فرزندان است، نماز پاکی قوم است، نماز پاکی حکومت است، نماز پاکی دولت است، نماز پاکی زمین است، نماز پاکی آسمان است، نماز برکت درختان است، نماز پاکی گندمان است، نماز برکت آب روان است. این را باید ملت بداند. نماز اخلاق بشریت را، روی عالم را الله در نماز آفرید. آیا نمی بینی یک عالم حقیقی و عظام الهی وقتی که پیدا می شود مردمان را الله حکومت دارد، در دل همه حکومت الهی قرار است، حکومت خداوندی که در دل همه جایگیر است. الله اکبر بگوید تا حال رب الله اکبر نماز نامده، پیشکی خداوند ملائکه شرای میکند، ملائکه در دل تو می اندازد به نماز، به اذان 15 دقیقه مونده است. نمی بینی تلفن خدا را، ملک خدا، خدمتگار الله نمی بینی لشکر خدا را؟ تا عقلت عالی هم نگرفته است، ایمانت کامل نشده است که الله لشکرانی دارد که ملائکه نام دارند. امون ملائکه پیشکی می آید خبرت میکنه که 15 دقیقه پس نماز میخوانند، حرکت که دارد که عبادت خدا را دریافت کنی، جنت بگیری. مؤذن وقتی دعوت میکند میلیون ها مردم به نماز سرازیر میشود. آیا اینا را کی دعوت میکند؟ اگر در همونجا 1 میلیارد انسان، 1 میلیون انسان همه در عبادت خدا میدود، طهارت کرده میدود، جامش ناپوشیده میدود. اگر یک حکومت اگر مجلس کند 15 روز اعلان میکند، پاویسکا میفرستد، با تکرارش میکند، برای منا 20 کس اسپرافکای دروغ میبرد، 20 کس حیله میکند. اگر این لشکری خدا نماز خدا را از زمانی که خداوند نماز فرض کرده است، میلیون فرعون ها، میلیون مارکسیستا، انگلیستا مبارزه بردن، دروازه های مسجد های خدا را قلف کردن، این خانه های خدا باز هم کشاده شده. اطفال مسلمین از زمانی که روی است آرزوی مسجد دارد.